نوشنوه و کار بودم بودم چه درباره نوشنوه انگشتای اشارتی هر دو دست مال خیلی دستور خیلی با چی بود؟ نگاه کوش یک چیز گفتن در کار که زبانی مادری این کودکان اشاره هست. ما اگر زبان اشاره خوب برای مونیم ما میتوانیم که نطق دهانی آن کار انکشاف دهیم. چون که نطق دهانی در اساسی خوب دانستن زبان اشاره انکشاف و این چونین امروز ما باز برای خوبتر نسته کردن همین زبان امروز ما در عائله ها کارو تشکیل کرده ایم که مثلا کودکای 2 ساله 3 ساله خیلی که ناشنوا هستند با کدام خاطر به خاطر اونه که هم پدر و مادر زبان یاد گیرند هم یک اعضای عائله یاد گیرند و هم کودک به مکتب آماده شود و این چونی ما با همین عائله ها خودی ناشنوایان که مکتب رو تمام کردند و از کورس های مخصوص گذاشتن همون رو جلب کردیم.